گندم تنها بوده خونه. این چیه؟ نه بابا. اون یکیو بابا گندم بود دادی اینو به من. ببینمه. این چه وضعیته؟ صورتاتون چرا اینجوریه؟ من اون آریش کردیم. ها؟ من اون آریش کردیم. تو نبودی؟ یعنی خدا نکنه ما بریم از خونه بیرون. این میشه اوضاع بچه‌های ما. اینقدر استعداد. ببینم گندم، این چشاتو ببین. کانتور کردی بینی تو؟ نگاه بینیشو کانتور کرده. هایلایتر زده. کو؟ پشت چشاتو ببینم. طراحی کردی؟ ما خودت کانتور بینیش. من کم زدم. من همش سوال بودن که برام که اینو از کجا در آوردن اینا. نگاه کردم دیدم رفتن از تو اینترنت ایده آرایش چشم صورتی براق در آوردن، نشستن اینجا با لوازم آرایش من اینجوری زیبا. یعنی اینو گذاشتن جلوشون. چی بگم من به شما دوتا؟ این وای نه